اینجا ایستگاه سومه، بهتون خوش آمد میگم و بریم یه راست سراغ صفحه 24 تا 27 که با هم دیگه خوندیم. همین اول کار من که داشتم میخوندم یاد این افتادم، یعنی به این فکر میگردم که اونجا که مارک داگلاس میگه که من هویتم رو از دست دادم، تعاریفی که داشتم از فضای مالی رو از دست دادم، اونجا یه نقطه تغییر و بعدش حالا تغییر به روی مثبت ببرش. من اینجا که اینو گفت میخوام بگم که وقتی میگه من هویتم رو از دست دادم، داستان اون تعریف هویتی که ما حداقل داریم نیست. یک هویت رو یک فرآیند تصمیم گیری در نظر، یک مجموعه سیستم های تصمیم گیری که من مثلا انجام دادم، من برای فلان چیز اینطور تصمیم میگیرم، اگر فلان اتفاق رخ داد هم فلان طور تصمیم میگیرم و الی آخر. یک مجموعه سیستم های تصمیم گیری که برای ما میسازه، وقتی خروجش خیلی منفی و ضررده باشه، مثل اتفاقی که برای مارک داگلاس افتاده بود دیگه، توی 8 ماه به خاک سیاه نشسته، مسئله اصلی اینجاست که این آدم میاد میگه که من از یک جایی به بعد این شکست، این دیگه خورد شد و من یک سری از تعاریف مالیم رو کاملا به هم زدم. وقتی شما یک سیستم های تصمیم گیری بر اساس یک سری تعاریفه، من تعریفم از کلمه XYZ که میتونن خیلی ساده هم باشن به این دلیله و اینها رو اینطور استفاده میکنم در فلان جاست، من تصمیم دارم براشون، این معنایی دارم. و زمانی که شما از یک سری از اتفاقات و رویدادها یک سری تعریفات توی ذهنتون دارین و یک سری تصمیم گیری ها نسبت به اونها واکنش نشون میدین و در نتیجه هر تصمیمی که الان گرفتین غلط بوده، از جایی که بیان این هویت رو خرد بکنین که مارک داگلاس میگه که من دیگه به خاک سیاه فنا که نشستم، دیگه اومدم و تغییرش دادم. در اون مسیر به نظر من مارک داگلاس با تغییر فرآیند تصمیم گیریش به برد رسیده، پذیرفت و یک جایی میگه که من دیگه انقدر شکست خوردم دیگه پذیرفتم که عزیزم من جایز الخطام، من خودم با خطاهام پذیرفتم. این خیلی نقطه بردیه. من چندین سال پیش خیلی دنبال این رهایی بودم، نه تو فضای مالی، کلا دارم یک رهایی از پذیرش خود، جایز الخطا دانستن و اینجور داستانا، و هیچ وقت نمیدونستم و احساس میگم یک فرمول خاصی داره، در صورتی که راستش رو بخوام بگم به نظرم آدم باید تو یک بخشی از زندگیش به یه جایی، امیدوارم که واقعا اون اتفاق نیفته ولی حداقل شاید ذهن من نمیگه، یه جایی آدم باید به خاک سیاه بشینه، یا فضای مالیه یا یک فضای دیگری. وقتی یک چیزی برای شما از ریشه خورد میشه و شما نیازمندی هستید که هویت جدیدی در اون بسازید و رشد بدید، یک احساس رهایی میکنید، چون مجبوری. میدونین یک دردای آدم میکشه که میگه خب چیکار کنم، این درد رو باید رها بکنم دیگه، بعد دیگه رهاتر باید بهش بر بخورم، یعنی باش رفتار بکنم، بپذیرمش. اونجا نقطه شروع رهایی. البته که خب به سنم خیلی تاثیر داره، مثلا از نظر ساینس، از نظر علمی، بلوغ مغز، بلوغ سیستم های عصبی مغز در 25 سالگی رخ میده. شما هر چقدر به این سن نزدیکتر باشی و ازش بگذری و البته آدمی هم باشی که کند و کاو بکنه در درون خودش و دنبال جواب سوالهای خودش باشه حداقل، و از طریق علمی هم آدمی زاد این رو پی بگیره، این سر خب به نظر من آدم به این نقطه میرسه. در کنار که یک شکست حالا از هر نوعش واقعا الزامیه. من هیچ آدم پخته‌ای رو دورم ندیدم که یک جا به فنا ننشسته باشه و فکر کنم راستش بگم رازش همینه. و این هم نیست که آدم بگه خب پس من یه سری تصمیمات خیلی خفن میگیرم که حتما به خاک سیاه بشم که اینجا نه. به نظر من در اوج تلاشایی که میخوای اتفاق نیفته و از بین میری، شکست میخوری، این یادگیری اتفاق میفته، حالا چه تو فضای مالی چه غیره. همین. و یه موردم راجع به اطلاعات که میگه، راستم میگه، شما ماها هر روز کلی اطلاعات وارد مغزمون میشه و به نظر من یه جایی که آدم اون رو فاکتور بگیره، یه سری چیزا رو حذف بکنه. مثلا من یه نمونهش که حداقل درک من از این مسئله بوده، یه نمونهش اینه که من توی یک حوزه‌ای سواد کافی و وافی برای تصمیم گیری ندارم، توی یک حوزه خیلی خاص و تخصصی ها. من یک نفر رو انتخاب کردم به عنوان مرجع و البته با تفکر نقادانه سعی میکنم اونو بسنجم. یک جایی داره الکی میگه، چون همه آدما که کامل نیستن، یه جایی داره الکی یه چیزی میگه، من اونو نپذیرم فقط بخاطر اینکه اونو مرجع قرار دادم. ولی اونو مرجع قرار دادم چون اون خودش به صورت خیلی سیستماتیک و با یک سیستم فکری خیلی تمیز و شیکی یه سری چیزا رو فاکتور گرفته که تازه اون فاکتور گرفته اون داستانه. نمیخوام راجع به اون تصمیمات بزرگی زندگی بگیرم، ولی در حدی است که من نیازی نمیدونم اون اطلاعاتو برای مغز خودم بپذیرم. یا توی فضای ترید من اصلا خودم رو یک تریدر نمیدونم، چون تعریف مسائل خیلی خفنه
و من فقط خودم یک دانش آموز توی این حوزه مالی میبینم. با این کار ندارم، ولی توی این حوزه من حذف کردم. من یک زمانی فیبوناچی بلد بودم، نمیدونم فلان چیزو بلد بودم، فلان چیزو انقدر دیگه حذف کردم نیازی نباشه به اونا. من یادم رفته، من دیگه کار ندارم، این مغزم دیگه نمیکشه مثلا این اطلاعات دیگه باز بینی و باز یادآوری نمیکنه. این برای من جواب داده. یعنی مثلا من راجع به یه سری مسائل، من توی یه سری مسائل شاید ممکن خیلی مثلا بدانم در یک حدی، ولی نتونم مثلا یک سری ارتباطات بگم، چون جلوی یک سری ورود یک سری دیتاهای مثلا که در تعریف خودم حاشیه‌ای بوده و برای من تصمیماتش رو گرفتم، در صورتی که برای ارتباط با یک جامعه مثلا مالی باید به اون دیتا هم نیاز داشته باشی. مثال دارم عرض می‌کنم، امیدوارم که سوء تفاهمی در برداشت پیش نیاد. همین اینا مطالبی بود که تو این 3 صفحه تو کله من میچرخید و همین. آرزوی حال خوب براتون دارم. بریم قسمت بعدی. بریم.